معمولا بچه‌هایی که دارن برای امتحان آماده میشن، به ویژه امتحان آیلتس، با این مشکل مواجهن که ما مقدار زیادی منابع داریم، رفرنس داریم و نمیدونیم با هر کدوم از اینا چی کار بکنیم یا اصلا از کجا شروع کنیم. در مواجهه با این شرایط حتما سعی کنید منابعتون رو محدود کنید و مدام از این شاخه به اون شاخه نپرید. چرا؟ به خاطر اینکه شما رو بدتر گیج میکنه، باعث میشه که زمان زیادی از شما بگیره تا بفهمید کدوم منبع مناسب شماست و ممکنه باعث بشه که شما مدام درجا بزنید. بهترین منابع آیلتس میتونه کتاب‌های کمبریج باشه که 19 تا جلد و خیلی قابل دسترسه و شما طبق اون 19 جلد میتونید اسکیل‌های مورد نظرتون رو تقویت کنید. برای رفرنس گرامر یک کتاب کافیه و برای اینکه بدونید چه کتاب گرامری مناسبتونه میتونید به پست‌های قبلی ما سر بزنید. همچنین برای کتاب لغت هم اصلا نیازی نیست به چندین کتاب لغت خوندن. خود همون کتاب‌های کمبریج کافیه. موقع ریدینگ خوندن میتونید لغات جدید رو پیدا بکنید یا یک کتاب مثل vocab for IELTS براتون کافیه. و در نهایت برای اسپیکینگ و رایتینگ بچه‌ها دنبال سوالات اصلی و واقعی باشین، نه هر سوالی که از هر جایی پیدا کردین. مثلا دوباره کتاب‌های کمبریج میتونه بهتون کمک بکنه یا کتاب ماکار. و باز هم میگم از این شاخه به اون شاخه نپرین و دنبال یک سری منابع محدود اما با کیفیت باشید.